شنوندگان دامی مجموعه دروس من هستم و پروردگاری مسیح عیسی خداوند. میشنویم از روح حیات بخش قدوس مسیح خداوند، از تعالیم آموزنده و برکت دهنده شاه آسمان که می‌فرماید این چنین در نیمه جان و بند استخوان برای افزودن دانش نو به انسان و به هر شنونده این پیام‌های با ارزش که نگاشته می شود از طریق نور خردمند هر کلام به جان شنوندگان این سخن روی نور بابا. من هستم ای خداوند، این چنین می‌فرماید به شهروندان خردمند شده شهر آسمان و به آن کسانی که آمده‌اند به سوی محبت راستینش تا بشنوند از حقایق و رموز و اسرار که سزاوار خداوندگاری پدر می بوده است. خداوندم این چنین می فرماید به تو که شنونده این کلام شده هستی که بشنو ای عزیز پدر، از طریق روح هدیه شده عمق پیام‌هایی را که داده شده است برآورد و آورده شده است به فیض مسیح از شهر نور کلام آسمان برای خردمند نمودن نیمه جانت که پدر می‌خواسته است بوده باشد، امنیتی در جانت و امانتداری در وجودت و نیمه پنهان تو که می‌شنوی و قادر گردیده‌ای برای درک نمودن اسرار
تا تو بیاموزی از کلام خردمند شهر روشنایی ها گویی نور بابا. بدان ای عزیز شنونده این سخنان که حقیقت به فیض مسیح سخن میگوید. آنکه هست نور و روشنایی در نیمه جان تو، آنکه هست محبت در بدن ایمان تو، آنکه می‌فرماید سخنان را از طریق آوردن صوت به اندرون تو، آنکه می‌خواباند تو را در آغوش پرمحبتش و می‌افزاید به وجودت از نور گوارای نگارش‌های شهر نور، از طریق پیام صلح مسیحایی‌اش، آنکه می‌خواند تو را به سوی پاکی‌ها و نجات خرد و اندیشه‌ات برای پرورانیدن تو. او هست همان نور رستگاری و روشنایی بخش در نیمه جان تو. او بوده است همان شاه آسمان که آمده است از طریق فیض و بخشش و رحمتش به نیمه پنهان شده در جان تو، تا تو را به گوارایی وجود نورانیش منور بگرداند و از فیض و رحمت و بخشایشش به جانت بنوشاند. اوست نیمه روشنایی بخش که به فیض مسیح آورده شد در اندرون تو و کلام نور است که می نوازد آهنگ شهر نور را در درون تو. اوست فرستاده‌ای از سوی پدر و پسر یگانه‌اش برای حمایت‌های امیدبخش در قلب و جان تو و برای
افزودن اندیشه های نیکوی خردمندانه در سر تو مولیانور بابا. اگر میشناسی روح محبت مسیح خداوند را، پس بدان که او آورده شده است به فیض و رحمت پروردگاری خداوند زندگان در بدن تو تا بپوشاند از نور حکمت افکار پنهان در سر تو. و پاکی ببخشاید نیمه‌ای دیگر از جان تو رو، تا بوده باشی همچون انسانی به شباهت خداوندگار زنده‌ات مولیانور بابا. بدان ای شهروند شده شهر آسمان که خطاب تو آمده است از سوی شهر بالا تا به درد آوری چگونه خداوند می‌خواسته است باشد مونسی و همدمی و همصحبت نیکو اندیشی در درون تو مولیانور بابا. که آن روح قدوس مسیح خداوند است که فرستاده شده است از سوی آسمان نور و جلال پدر و پسر یگانه‌اش برای بخشاییدن افکار سر خیالات نیمه جان تو و هر شنونده‌ای که درک نماید پیام‌های شهر نور آسمان را و بداند که خالقش آفریده است این چنین راه بازگشت را به سوی محبت دل خداوندگاریش که روح قدوس می باشد، نوری مقدس که تابان می نماید افکار سر خیال تو را و هر کس که بخواهد جستجو نماید حقیقت خداوندگار را. این است فیض عظیم که روح قدوس خداوند از نور و جلال
مسیر زندگان می پوشاند. انسان را و پاکی می بخشاید به نیمه تاریک شده از نفس در بدن تو را خیلی لسانیم صلح مسیح آشتی نورم آرامشم باباید و ختم کلام آمین.